الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، از حضرت جویریه روایت می شد که ام المؤمنین هست. جویریه که از همسرهای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است. پیامبر خدا یک بگم سیری با اونها نشان دادن که اون وقتی که انسان اگر 3 مرتبه اگر همه را بگوید، ثوابی که از بامداد تا وقت بگم چشت، یعنی که از ساعت اگر 5 اگر نمازی بامداد باشد، مثلا یک ساعت 6 تا وقتی که ساعتهای 9-10 میشینی ذکر میکنی، نماز میخونی، مثلا دیگر کارهای با عملهای خیر مشغول میشه، اگر همین 3 مرتبه همین ذکری که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تعلیم داد اگر همین بخواند، انسان گویا اینکه همین قدر عبادت کردگی باشد. میگه که ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. حضرت جویری رضی الله عنها میفرماید که به شک رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آمدن از نزد همون ام المؤمنین که جویریه رضی الله عنها یک سحر بر وقت، یعنی که در اولی روز بر آمدن، حینی که گذاشته بودن نمازی بامداد خوانده بودن و همین در همون جای مسجدشان، هم حضرت جویریه در هم جایی که عبادت نماز میخواند همجا نشسته به ذکر مشغول بودن. بعد از آن ثم رجع، بعد از آن برگشت نبی صلی الله علیه و آله ان اضحى، یعنی که وقتی که الک نماز چش شده بود، ساعت 10 شاید از 11 همین وقت شده بود که و هی جالسه، و همین حضرت جویریه مادرمان همین خیلی نشسته بودن. فقال، پس گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله ما زلت على الحال التي فارقتك؟ ما زلت با اون که تو تا حال، یعنی که تو مستمر همین خیلی ایست بر حالی که من فارقتك از تو جدا شده رفتم، مثلا که بگشت آمدم پیش تو، علیها، یعنی که تو بر همون هستی، حالا هم تو از جد نجنبیدستی، یعنی که تو حال عبادت کردستی؟ قالت نعم. حضرت جویریه مادرم گفت که بله. گفت همین خیلی ایستادم. گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم، گفت النبی علیه الصلاة والسلام گفتن که لقد قلت بعدك 4 کلمات، یعنی که به تحقیق گفتم بعد تو، یعنی که توی قدر که عبادت کردی، قدر که در بالا جای نماز نشستی، ما بعد تو 4 کلمات گفتم. میگم 3 مرات، و 3 مرتبه گفتم 4 کلمه را 3 مرتبه گفتم. لو وزنت، اگر که وزن کشیده شود، بما قلتی، با اون چیزی که تو گفتی ذکر کردی عبادت کردی، مثلا همین روز اليوم، لوزنتهن، یعنی که در شرح این میفرماید که هر آینه این کلمه هایی که ما گفتم از اونها در ثوابش زیاد و وزنین تر میبراید. لوزنتهن گفته هر آینه بگه معنای همون کلمه هایی که ما گفتم از اون کلمه هایی در ثوابش زیاد است، یا اینکه از اونها در وزنین هست. همونها چی است؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تعلیم دادن، گفتن که سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. همین 4 کلمه است. سبحان الله و بحمده اول کلمش، عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. همین 4 کلمه را، یعنی که بگیم که همین 4 اگر که بگیم که جمله بگیم، یعنی که یک جمله میشن همه اینها اصلا، یعنی که همین ها 4 کلمه هستن، اما عبادت چند ساعتینه که یعنی که در جو انسان میشند و عبادت میکند پای در پای، از این دکره ثوابشون زیادتر و وزینتر در نزد الله به قدر تر است. والله اعلم.